یکی از روش‌هایی که تو ماهیگیری کپور استفاده میشه و باید استفاده بکنیم برای اینکه تو منطقه‌ای که داریم ماهیگیری میکنیم کفمون رو پیدا بکنیم، استفاده از مارکره. این روش رو بهش مارکر کشی یا شناور نشون میگن. برای اینکه بتونیم کفمون رو پیدا بکنیم باید شناور رو به این شکلی که میبینید با این ادواتی که هست با هم متصل کنید. حالا میتونید یه سرب خالی با یه هرزه گردم استفاده بکنید و مارکر رو به اون متصل بکنید. خب اول برای اینکه بتونیم مارکر راحت حرکت بکنه باید سرب تو حالتی قرار بگیره که مارکر بتونه به راحتی خودش رو به بالا کشیده و رها کنه. برای اینکه یه ماهیگیری خیلی خوب داشته باشیم با استفاده این روش باید کفمون رو پیدا بکنیم. حالا اینکه کفمون صاف باشه، پستی بلندی کفشه، چه شرایطی داره، کف آبمون گل، سنگ، خیلی راحت میتونید با مارکر و استفاده از شناور نشون جایی رو که میخواید تومه‌ریزی داشته باشید یا کف آبی رو که میخواید ببینید به چه شکل پستی بلندی داره یا نداره رو پیدا بکنید. با استفاده کردن از این روش به این شکله که با اون منطقه‌ای که میخوایم شناورمون رو پرتاب میکنید. بعد از اینکه کاملا شناور به کف آب نشست نخمون رو صفر میکنیم. چند بار کشش داریم برای اینکه شناور کامل به سرب بچسبه. بعد از اینکه به سرب چسبید با کشش هایی که تو حالت افقی انجام میدیم میتونیم بفهمیم الان اینجا کف اینجا کفیه که گل همراه با سنگه. کاملا میشه مشخص میشه که کف آب به چه شکله. اگر کف گل صاف باشه یه حرکت صاف خیلی موزونی داریم. حالا یه مقدار که جمع کردیم کلاج دستگاه رو شل میکنیم. از فاصله فیکسچر چرخ تا اولین حلقه رو میتونید اندازه گذاری بکنید به اندازه‌ای که میخواید. شناور میاد بالا بدونید عمق آبتون چقدر. حالا اندازه فیکسچر من تا حلقه اول حدود 1 متره. 1 2 3 4. عمق این قسمتی که من زدم الان حدود 4 متر. حالا برای اینکه بخوام کف جلوترمو ببینم شرایطی شاید بهتر باشه، شاید تو این پستی بلندی که دارم کف صافتری باشه و شاید بتونم یه تپه توی این کف پیدا بکنم که دید تومامو بهتر بکنه. دوباره شروع میکنم به جمع کردن و پیدا کردن کفم. دوباره عمق آبمو میزنم. 1 2 3 4 5. اینجا اومدم تو گودی. عمقم 5 متر شد. برای ماهیگیری کپور خیلی مناسبه که ما یک کف صافو داشته باشیم. برای اینکه حالا اون کف صافو پیدا کردیم بهتر این که بسترش گلی باشه. حالا اگه بنا به این نیستش که حالا اگه بسترش گلی نباشه شما نمیتونید ماهیگیری خوبی داشته باشید، تکنیکاش فرق میکنه. ولی خب چون اصولا کپور ماهیه که کف گلی رو خیلی بهتر و بیشتر دوست داره، رو همون حساب ما تو شناور نشون بهتر میبینیم شما دنبال کف گل بگردید. بعد از اینکه کشش ها رو بخواید انجام بدی تو همون حالت افقی که قبلا هم گفتم کشش رو داشته باشید، الان نسبت به حالا شیبی که هستش و عمقی که حالا مد نظرمونه که بهتر میبینیم برای ماهی کپور بیاد تو عمق‌های پایین‌تر، یعنی از 6 متر تجاوز نکنه. دنبال ماهی بگردید با متناوب کشیدن میتونید پیدا بکنید که کفتون به چه شکله. خب الان اینجا کفی که من دارم میکشم کف سنگ و گله. میبینید که بعضی جا گیر میکنه حتی.